انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه اکتبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره مجلس ملی روز 6 آگوست قرار کرد. این مهلت یک ماه پیش از زمان انتخابات گذشته است. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شد. بر اساس قانون اکنون حزب‌های سیاسی و اتفاق‌های کسبه می توانند که نامزدهای خود را به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کنند. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات گذشته پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی هر دو هنوز درباره اشتراکشان در کارزار سیاسی حرف نگفتند. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می شود و یک نفر حق ندارد که بیش از 2 دفعه نامزدیش را بگذارد. اما در دوام نزدیک به 28 سال رهبری پرزیدنت رحمان چند دفعه قانون انتخابات تغییر یافت و به او امکان داد که به محدودیت در انتخابات ها نامزد شود. انتخابات آخرین پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر سال 2013 برگزار شده بود. در آن انتخابات امامعلی رحمان و 5 نفر دیگر از جمله عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات، سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و علیمجان بابایوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی اشتراک کرده بودند. عبدالحلیم غفاروف و علیمجان بابایوف در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نیز نامزد بودند. عین حال بابانظر و نامزد مخالفان در انتخابات سال 2013 به جمع آوری امضاهای ضروری برای ثبت نام نامزدیش موفق نشد. جانبدارانش گفتند که مورد تعقیب و فشار قرار داشتند. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل همواره انتخابات‌های گذشته تاجیکستان را دموکراتیک و مطابق به معیارهای بین‌المللی ارزیابی کردند. ولی ناظران کشورهای غربی از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگویند که هیچ یکی از انتخابات‌ها در تاجیکستان شفاف و دموکراتیک و عادلانه و موافق به معیارهای بین‌المللی نگذشته است.